ما رسیدیم ونیز و از الان به بعد توی این ویدیو شما قرار زیبایی های ونیز رو ببینید. این شما و این هم شهر زیبای ونیز. توی این شهر چیزی به نام ماشین وجود نداره، با خودرو تردد نمی کنن و اینکه واسه تردداشون از همون قایق‌هایی که دیدید استفاده میکنن. با این قایق‌ها میتونن طول شهر رو، حالا مثل تاکسی دیگه فرقی نداره، تاکسی میگیرن. چیز جالبی که داره خیلی شهر زنده ایه. البته توریست خیلی داره، یعنی مثلا ما با قطار اومدیم و یه حجم بسیار زیادی از توریست ها داخل ایستگاه ترینشون بود و همونطوری هم که میبینید توی شهر مشخصه جنب و جوشی که هست، جمعیتی که هست. از مغازه هاشون بوی بهش میاد واقعا. من بهش نرفتم قبلا که بوش رو بفهمم چجوریه، ولی یه اصطلاحه. خب الان داریم وارد میدان سن مارکو ونیز میشیم، بزرگترین میدان کل ونیز. چقدر زیباست، خیلی زیبا. اینم کلیسای کاتدرال ونیز هست. این سبک کلیسای کاتدرال که میدونید که داخل پاریس هست، داخل و معروف ترینش هم داخل بارسلونه که اون سازه عظیمیه که 200 سال درگیر ساختشن. کاتدرال داخل توی بارسلون که خیلی معروف هست و من دیدم، اون هم واقعا شگفت انگیزه. ولی خب اینم خیلی طراحی خاصی داره به خاطر این همه مجسمه‌هایی که خیلی دقیق نصب شده. بذارید من زوم کنم یه خورده بهتر ببینید. سمبل ونیز که شیر یالدار هست. همه جا میتونیم ببینید، همه جا شیر یالدار به همراه یک کتاب که کتاب انجیل هست یا به همراه یک شمشیر. این کتاب متعلق به سن مارکو هست. سن مارکو 4 تا حوار معروف حضرت عیسی بوده.
4 تا انجیل نوشتن. ما 4 تا انجیل داریم که کوتاه‌ترین انجیل به صورت مختصر شده متعلق به سن مارکو یا مرقس مقدس اسمش و تو مصر فوت میشه. تاجرها طبق معمول برای اینکه هوش سیاسیشون قوی بوده، برای اینکه مذهبی یک جلوه مذهبی بدن به ونیز، میارن جسدشون میپیچن توی پوست خوک زمان مسلمانان و میارن اینجا دفن میکنن دوباره سن مارکو رو. رسیدیم به یکی از زیباترین قسمت‌های شهر ونیز. فوق‌العاده زیباست. نمیدونم واقعا در قاب تصویر و دوربین نمیشه وصفش کرد. خیلی زیباست. این دریاست با این رنگ زیبا و اون یکی از کاخهایی که اونجا هست و دوباره اطرافش همینطوری کاخها و کلیساهای مختلف پیداست. این هم زندان قدیمیه، چیز بوده، ونیز بوده و اون پلی هم که میبینید الان داخل تصویر پل حسرت بهش میگن تو ونیز. به این دلیل اسمش رو گذاشتن پل حسرت به خاطر اینکه زندانیان رو خواستن منتقل کنن به این زندان از این پل رد میکردن و در اون پنجره‌های چارچوب‌های پنجره‌ها آخرین تصویری بوده که زندانی‌ها از داخل از ونیز میدیدن و حسرت این زیبایی رو میکشیدن که دیگه قرار نیست ببیننش. به همین دلیل اسم این پل رو گذاشتن پل حسرت. همونطور که گفتم این زندان ونیز بوده و این پل هم پل حسرت که زندانی‌ها برای آخرین بار از دریچه‌های نیمه بسته این پل ویوی از ونیز رو میدیدن و برای آخرین بار ودا میکردن و حسرت این زیبایی رو میکشیدن. این هم آقا پرهامه که داخل ونیز با ما همراه شده. شاید خیلی سوال باشه که چجوری این ساختمونا رو ساختن روی آب. خیلی سوال یه توریستا میپرسن و شما هم حتما واسهتون جالبه. این چوبا رو میبینید؟ این چوبا اینا بیس و پی و ریشه این حیات روی آب و به این صورت بوده در قدیم اینجا به صورت مرداب بود و مردم اومدن و این چوب ها رو داخل این مرداب ها کوبیدن با چکش و چون آب شور بوده، شور محلول آب و نمک با چوب یک ماده بسیار سخت و خیلی محکمی رو تشکیل میده که سالیان سال اصلا هیچی نمیشه، مثل بتون، از بتون هم سخت‌تر میشه و به خاطر همین اومدن 1000 تا از این چوبا رو زیر ساختمون ها کوبیدن و روشون یک لایه اومدن یک نوع از بتون که بتون خاصه ضد آبه از اینا از بتون ریختن و بعداً ساختمون ها اومدن بالا. قایق تونرویی هم که الان سوار هستیم به عنوان تاکسی استفاده میشه. کلا اینجا تردد با تاکسی هایی که انجام میشه، تاکسی ها همه قایق‌هایی هستن که موتور دارن و تندرو هستن. ما هم به این دلیل که میخواستیم سریع برسیم به ایستگاه و
جا نمونیم از قطارمون دیگه باید تاکسی میگرفتیم تا زودتر برسیم و میگم از هر طرفش میرید جز زیبایی چیز دیگه ای رو نمیشه دید. با من همراه باشید تا مسیری که داریم تا ایستگاه قطار میریم رو ببینید. ما رسیدیم به ایستگاه قطار. اینجا ایستگاه قطار شهر ونیز هست و از اینجا به بعد دیگه با شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفا اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک، سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید. شهرهای مختلفی توی دنیا میریم و از زیبایی‌های جای مختلف برای شما فیلم میذاریم.